سلام، چطوری؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره که با هم دیگه بریم سراغ یک آیتم هالووینی، چون که نزدیک هالووینه. من حد زدم که بخواید برای هالووین یک کار کوچولو برای خودتون انجام بدید یا حتی با دوستاتون دور همی یا پارتی بگیرید. من گفتم که این وسط بیام یه شیرینی با وایب هالووین یادتون بدم که بتونید این وایبو بیشتر داشته باشید. معطلتون نمی‌کنم. لایک، کامنت، سابسکرایب تک تکتون باشه. راستی من شکوفم و به چنل من گیلاس خیلی خیلی خوش اومدید. برای شروع کارمون کره‌هایی که به دمای محیط رسیدن رو میریزیم داخل کاسه و پودر قندم بهش اضافه میکنیم و حالا شروع میکنیم با آخرین دور همزن کره و پودر قند رو مخلوط کردن و تا جایی مخلوط کردن رو ادامه میدیم تا به یه رنگ روشن و یه بافت پفکی برسیم. به خاطر که کره به دیوارهای کاسه میچسبه بهتره که در حین هم زدن یه دور همزن رو خاموش کنید و کاستون رو دورگیری کنید و بعد به هم زدن ادامه بدید. همطور که میبینید من انقدر به هم زدن ادامه دادم تا به یه رنگ روشن و یه بافت پفکی رسیدم. حالا کاسم رو دورگیری میکنم و زرده تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم و برای طعم و عطر بهتر حتما وانیل اضافه میکنم. دوباره شروع میکنم با آخرین دور همزن به هم زدن و تا جایی هم میزنم که تخم مرغ کاملا با کره مخلوط بشه. اصلا لازم نیست که زیاد از حد هم بزنید، در حد مخلوط شدن کافیه. حالا دیگه کارمون با مواد ترد تموم میشه. اینجا کاسه رو دوباره دورگیری میکنم و برای مرحله آخر باید آرد رو به مواد کره‌ایمون اضافه بکنم. من آرد رو کم کم آهسته و با احتیاط استفاده میکنم. شما برای چنین خمیرهایی هر چقدر که بر اساس مقداری که توی رسیپی یا دستور گفته شده پیش برید، چگالی و سبکی و سنگینی آردها با هم فرق داره و اینجوری یه راه امن‌تره که اگه یه وقت آردتون یکم سنگین تر از حد معمول بود بتونید کنترل بکنید و همه آرد رو اضافه نکنید و منم دارم همین کارو میکنم و اصلا یهو آرد رو به خمیرم اضافه نمیکنم. من تا اینجا فکر میکنم نیمی از آردم رو اضافه کردم و دیگه خمیرم نسبتا جمع شده و نمیشه با لیستک به هم زدن ادامه داد. یه دستکش میکنم دستم و خمیرم رو یکم منسجم تر میکنم و دوباره شروع میکنم به اضافه کردن آرد، اما دوباره با کنترل و کم کم. میبینید هنوزم با اینکه خمیرم جمع شده ولی معلومه که به آرد احتیاج داره و من دوباره یک کوچولو آرد اضافه کردم. خب همونطور که میبینید خمیرم آماده است. یکم از آردم باقی موند و دیگه اضافهش نکردم. حالا که خمیرم جمع شد، خمیرم رو میذارم داخل یک کیسه فریزر و با دستم شروع میکنم خمیر رو داخل کیسه پهن کردن تا بهتر و زودتر خنک بشه. وقتی که پهن کردم خمیرم رو حداقل برای 1 ساعت میذارم در یخچال استراحت کنه. هرچی بیشتر استراحت کنه بهتره.
خب بعد از اینکه خمیرم استراحت کرد، خمیرم رو از یخچال در میارم و میذارم روی سطح. قبل از اینکه شروع بکنم خمیر رو پهن کردن، سطحم رو آرد پاشی میکنم و بعد شروع میکنم با یه وردنه خیلی با دقت خمیرم رو پهن کردن. انقدر شما باید با دقت خمیرتون رو با وردن پهن بکنید که یه حالت صاف داشته باشه و اصلاً ناهموار نباشه تا توی پخت یه پخت یک دست داشته باشیم. حالا برای مدل دادن شیرینیامون ما به کاتر قلبی احتیاج داریم که اول شروع میکنم به کاتر زدن. حالا یکم دیگه متوجه میشید قراره چی کار بکنم. بعد از اینکه کاتر زدیم دورای خمیرمون رو بر میداریم و سینی فرمون رو میاریم. حالا من روش مت انداختم، شما میتونید از کاغذ روغنی هم استفاده بکنید. و حالا خمیرهایی که قالب زدم رو منتقل میکنم به سینی و قلبامون رو از وسط نصف میکنم با یه چاقو. خب حالا شروع میکنم تیکه های قلبم رو از همدیگه فاصله دادن و با یه حرکت انگشتم پایینشون رو یکم کج میکنم تا روهای خوشگلمون تکمیل شن و سعی میکنم تیزی های کنارشم بگیرم. و حالا روهای نصف نیمه ما آماده است و برای اینکه شکلشون کامل شه به یه ماسوره احتیاج داریم. برای سر ماسوره از چشماش استفاده میکنیم و از ته ماسوره برای دهنش استفاده میکنید. ببینید که چقدر بامزه شدن. فقط به خاطر اینکه قراره بینشون مارمالاد یا مربا بذارید حواستون باشه که نصفشون رو چشم و دهن بذارید. و اینجا دیگه روهامونم آماده است و برای 10 الی 15 دقیقه میذاریم در فر 180 درجه بپزن. و حالا روهای خوشگلمون آماده است. میبینید که کاملا هم زیرش پخته شده و روهایی که چشم و دهن دارن رو با یکم پودر قندی که الک میکنم روش تزیین میکنم تا بهتر خودشون رو نشون بدن. لایه زیری رو برمیدارم و با یک قاشق شروع میکنم روش رو مربا گذاشتن. میتونید از قیفم برای مربا گذاری استفاده بکنید. و حالا قسمت جذاب ماجرا اینه که روح دوممون که چشم و دهن داره رو میذاریم روش و ببینید چقدر باحال شد. خب دوستای قشنگم، روحای ما آمادن. ببینید چقدر جیگر شدن. ببینید چقدر جیگر و با نمک شدن. اصلا وای عاشقشون شدم. نمیدونید چقدر هیجان زده شدم وقتی که دیدم که اینقدر این روحا خوشگل و باحال در اومدن. خیلی خیلی هیجان انگیز و واقعا پیشنهاد میکنم حتما چه دور همی دارید چه خودتون تنهایید واسه هالووین این شیرینی رو درست بکنید. همین دیگه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یا تک تکتون باشه و من شما رو داخل ویدیوی بعدی خودم میبینم. فعلا بای بای.